فعالان شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان پس از حادثه کشتار رفیده عنایتوی 8 ساله در ناحیه رودکی از رستم امامعلی رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه خواستند در قانونگذاری کشور جزا برای بدرفتاری نسبت کودکان را سخت‌تر کنند. به نوشته نزدیکان رفیده 8 ساله روز 3 ایول از خانه‌شان در شهرک نوآباد ناحیه رودکی بیرون شده پس آن بی‌درک شده است. پس از یک روز جستجو مقامات انتظامی جسد او را با نشانه‌های تجاوز و کشتار بی‌رحمانه پیدا کردند. پیوندان این نورس ادعا دارند که در تجاوز و کشتار او یک جوانی همسایه‌شان گناهکار است. مقامات انتظامی تا به حال این حادثه را که در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیاد به بار آورده است رسما شرح ندادند و اظهارات هم در این بابت نشر نشده است. تنها نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی در صحبت با آژانسی خبری آزیا پلوس روز 6 ایول گفته است که شخص گمانبر در این جنایت بازداشت شده، ادامه تفتیش این قضیه به ذمه دادستانی ناحیه رودکی سپرده شده است. مقامات اسم شخص بازداشت شده را فاش نمی کنند، اما خاله رفیده ادعا کرده است که جنایت را همسایه‌شان بانامیر رحمت الله صادر کرده است. با ادعای او رفیده 8 ساله تا این زمان به خانه این همسایه‌شان می رفت و با همسالانشان بازی می کرد. فعالان جامعه شهروندی از جمله نثار رسولووا، یک حامی حقوق زنان در تاجیکستان، متن مراجعتنامه را با طلب سخت‌تر کردن جزا برای بدرفتاری نسبت نورسان و کودکان در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسانده از کاربران دعوت کرده است زیر آن امضا گذارند. تشبثکاران از رستم امامعلی رئیس مجلس ملی تاجیکستان خواستند روند تحقیق این حادثه ننگین را شخصا زیر نظارت گرفته جریان محاکمه دادگاه را آشکارا برگزار کنند تا اهل جامعه از جزئیات این جنایت باخبر شود.